أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان به نهایت با رحم. این روز درس ما سوره قریش می باشد. انشاءالله که با همراه ما تکرار کنین، خطاگی خودتون را اصلاح کنین و انشاءالله که در هر یک حرف اینها انشاءالله که شما 10 درجه ثواب میگیرین. اگر که خوانده نتونین حداقل گوش کنین، با همراه ما تکرار کنین، انشاءالله که هم ثواب میگیرین، هم ازیاد میکنین، هم خطاگی خود را اصلاح میکنین. بإذن الله. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. پروردگارا آسان بگردان برای ما، حفظ کنی را. انشاءالله که با دعا باشین دوستان عزیز که طلب علم برای هر یک شخص مسلمان فرض است که بسیاری های ما و شما خوانده قرآن رو نمیتونیم. حداقل سوره هایی که در نماز میخوانیم اینها پر از خطا هستند. با هم خاطر دوستان عزیز انشاءالله که با همراه ما تکرار کنین تا اینکه خطاگی داشته باشین، خطاگی خود را اصلاح کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. از یک بار من کلش خواندم، یعنی بینین که کدومی که در کجا خطا دارین، خطاگی خود رو اظهار کنین، اصلاح کنین. انشاءالله که میگذاریم از هر یک آیت رو 5 باری تکرار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش. لإيلاف قريش نیو لئی الف داره، همزه رو دیدین میده. لإيلاف قريش نیو لئی الف میده همزه. لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم. حرف يوي ميداكاي، حرف مد طبيعي يركم ميكشم، يقلب مقدار ميكشم. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اگر تکرار کردین دیوم آیت رو هرچی جمع میکنین. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اگر که بگذاری یعنی تنوین نمیزنی، اگر که نگذاری قرار میکنی، قرار کردی یعنی این گونه میخوانی. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. میگذاریم بر آیه سیوم. فليعبدوا رب هذا البيت 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 الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني از آیه دوم میگیریم، آیه سیوم تکرار میکنیم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من نمی قبل مش میگذاریم آیه یکم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خلاص که بگی تکرار کردین انشاءالله که قرآن رو میپشین. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظیم. دوستان عزیز، همین گونه انشاءالله که تکرار کنیم و با دیگران برسونن تا اینکه از ثواب محروم نشین. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين.